مادر جان امروز بهتر شدید. این منم دخترتون حلیمه. پدرت آمد؟ نامده است. پدرت آمد؟ خوب شده است ابا، میبینم. میرویم. سنبول جان خواطر مشو اپا جانم. فاتح و پینا رو من خودم نگاه میکنم. تو نمیبودی نمیدونم چی کار میکردم. این خیل نگوید اپا جانم. برای امروز کودکان شیر بسنده است. خالم رو خواطر نکن. تو دیدن. خیر. باری وزنی به دوش داری. با متانتت باوری هم نمی آید. این را متانت نمی گویند. زن هستی. در خانه اینقدر مسئولیت. باز کار هم میکنی. با بالای همه این باز پسری یگید. حالا ساعت 6 سحر. من بر وقت آمدم. چون که خواستم در این مسئله با تو گفتگو کنم. مهم نیست. فهمو؟ پس بیاده حالی میکنیم. اگر تاکسی هم بوده است کارمون آمد کرد. برادر با ما خدمت نمی کنید؟ مرحمت شیرین. تشکر. شما پلیس ها هیچ بیکار نمیمونید. این لایحه اولی جناب از کجا به سرت آمد حلیمه؟ اگر به زمان طفلی خودت و حیات امروزی طفلا نظر کنی بعضی چیزها رو خوبتر خواهی دید. تپانچه را بیار توپ را گیر. شعار اولی جناب؟ بله این لایحه پلیس هاست کمک جدی میدهد. کودکان نباید در وقت بازی هم تپانچه را همچون بازیچه به دست گیرند. این را چون سرلوحه در روزنامه نشر میکنم. مردم حالا چون این لایحه پلیس ها را نمیدونند. چرا آهسته رفته ایستاده ایم؟ چرا ایستادیم؟ به شما میگم چرا ایستادیم؟ به یگان نغمه سلاحت را ده. راسم نمیفهمی؟ سلاحت را ده. کلیفرو با تو میگم کلیفرو تلفن رو بخونده. تلفنات رو ده میگم. تلفنات رو ده. تو گپ رو نمیفهمی تلفنات رو ده میگم. آیچ
ای دوستم آیسته چرا عصبی؟ تو اینقدر بی‌حیا شده ای که حتی به پوش به خانه زده می‌درایی. چیکار کنم؟ دری خونت رو مام شده موندم. چخیل؟ تو چخیل پلیسی؟ زنگ در رو زدنی بودم که در رو کشوده دیدم خواتیر شده در اومدم. ایستا تو در آشخانه نهاری نکرده ای؟ چگونه نهاری؟ بیا برایم با تو گفتنی ها دارم. شما کیستید؟ من پلیسم. جزای را بودن پلیس و یا ضرر رسانیدن به او میدونید؟ خودت را مانده نکن خانم حلیمه. با جای تو میبودم از این سفر حلاوت میبردم. مرا میشناسید؟ تشکری زیاد. چند پول؟ چی چند پول؟ روی؟ دف شوی احمق. رفتم. تشکر. سحری بر وقت مرا بیدار کردی. بیدار کردم؟ این هم بیدار بودی؟ خیرش گم نه. نهاری تشکیل میکنم. همین است نهاری. از دوره اکادمی یگان ذره عوض نشده. همان ممسیکی. من نانی سیمیت رو با نهاری میمانخانه 5 تیتورا عوض نمیکنم. سوار شو رفتیم. تو مرا موسیقی میگویی ها؟ سیمیت خورده سرمایه جمع کردم. فهمیدی؟ سرمایه؟ خانه گرفتم. خانه؟ تو؟ با کدام مبلغ دوستم؟ آخر تو پلیس هستی یا اینکه با والدانت آشتی کردی؟ من پلیس شدم و آنها مرا خط زدند. آیا فرزندی تاجری کلام پلیس می شود مگر؟ چند مراتب نزدشان رفتم. دریدها هم برای بوسیدن دستشون به درون خانه راه هم ندادم. گویا که پلیس نیو تروریست شدم. پدرت تو را سردار شرکت کردنی بود. از این رو خیلی در غضب است. خانه گفته بودی؟ ها بله، رو سوی بحر. چی؟ البته جورا جان، رو سوی بحر خیلی جالب. اطرافش گشاد بر هوا، اطرافش کبودیزار، در نزدیکش راهی ماشینگرد نیست. یا الله، قدر واهمت. تو مرا مسخره نمیکنی؟ چرا مسخره میکردم؟ خانه رو نشون دهی میبرم. اگر دو آشیانه باشد پس چند متری مربع؟ تقریبا 1.5 متر مربع. چه؟ من اینجا. بله، سیاحت به آخر رسید. به مهمانخانه رسیدیم. خواهی کمی استراحت کن. رفتیم. این چی؟ خانه ای که گفتم. ممدو دوستم، تو مرا مسخره میکنی. جورا جان، با استخبارات 3 سال اینجا کار میکنیم. ما سخنی داریم میگویند که هر سیری که میدونی از عمرت سال میبرد. چیزهایی میدونم که دوستم من باید بر وقت میمردم. دوستم اینطور نگو. نه جورا جان، حقیقت همین. در اصل نفری که مثل من بسیار چیز داند بر وقت باید میمرد. خدا با من عمر زیاد داده است. خودم رو چنان حس میکنم که با عمر قرضدار زندگی دارم. از این خاطر اینجا رو گرفتم.
اما از تو خواهشی دارم. استغفرالله گوی. این چی خواهش؟ ما هر دو برادریم. از وقت اکادمیا در یک خوابگاه و یک میز با یکدیگر بسیار چیز رو تقسیم کردیم. حادثه های زیادی از سرمون گذشت و این کارها ما رو با یکدیگر نزدیکتر ساخت و این خواهشم را تنها به تو میگویم. خوب گوش کن مرا. روزی که مردم یا شهید شوم مرا تو گور کن. گوش کن ممدو. اول گوش کن. مرا تو بشو. مزارم رو غیر تو کسی نداند. مرا میفهمی؟ این چی بیهوده گویی؟ یگید این وصیت من به توست. اگر که نکردی هر دو دستم در گیره باند. دستم حالا ایست. تو ایله دار میشوی کودک دار. یگید تو مرا گوش نمیکنی. چیزهایی میدانم که باورم نمی آید. تو چی میدانی ممدو؟ چی؟ گویم تو هم در روی خط شهیدان در روی همین خیل. با تو تنها گفته میتوانم که کیها به این ملت خیانت میکنند. حتی تخمین کردن نمیتوانی. کارهای درونی و بیرونی آنها رو دانی. چقدر بی‌ناموس بودن آنها رو دیده حیران میمونی. ایستید. خدا. روگر راهگر من تو گفتم راهگر. دستش رو کشو. مرا کجا آوردید؟ آرام شوی خطر نجوم. اینجا کجاست؟ دستانش رو دار. شو تمام. رهایم کنید. رهایم کنید. و شما میگویم گوش کنید. برای این کارتون جواب میدید. تماشا گیر. نجوم. نجوم. رفتیم با سردار خبر دهیم. رفتیم. فهمیدی مزارم رو کسی نباید داند. نه پدر و نه مادر. نه رفیقان جای کار. یگان کس. معزز چی؟ معزز هیچ علاقه ندارد. حالا در کجاست؟ در کیپر است. با دختوری ولادار شده است. نفر 7 سال تو را با امید کند و بعداً دیگر یار گیرد. چگونه یادش میکنی؟ بچه ها بلخ را فراموش نکردند. رفیق ها با دل نیش زدن را خوب میدانند. کاش که لای پایت هم میشدم. سنگ مزار هم نمیخواهم. همین پاره آهن مانده شود بس است. سبزنی سفید در جایهای بیاب میروید و هر یک گل خودروی به خود غرور دارد. شام انتظار شمال است. روح ناروشنم را موج زده می ایستد. سبزنهای سفید در جایهای بیاب میروید. هوش و یاد بچه ها حالا هم در بلخ. نه آخر دوستم. گفتم که من بر وقت مردم. با حیاتی قرض گرفته هم زندگی دارم. برای تو خواندم این مصرع ها را. ازدواج کن. من؟ هیچگاه دوستم هیچگاه. برای خودت هم نباشد برای کودک. نزدیکی همان خانه 1 متری تو یگان جای خالی هست؟ شاید شبانه آواز شمشیرهای لشکر یلدیریم را شنویم. برای حیات بخشیدن باید زندگی کنی. فهمیدی مرا؟ برای حیات بخشیدن باید زندگی کنی.
پدر؟ این را باری دیگر نفکن. ها سردار، چه خیلی که گفتم. آرام شو رانو، همش گذشت. آرام شو. مرا رها کردند و حلیمه رو بردند. گریه نکن. اکای نجیب حلیمه رو البته مییابند. آن آدم رو میشناسی؟ نه آخر نمیشناسم. حلیمه میشناخت. ایس کردی که حلیمه میشناسه. نه فکر نمیکنم. همش ناگهان روی داد. قایدی ترسی چی میگویی؟ از نزد خانه حلیمه سوار شدیم. یعنی شما را انتظار بود. پس این پیشکی تریزی شده است. یعنی سردار؟ بله، حلیمه را دانسته را بودند. اما موافق نقشه صورت گرفته است. او را میشناختند. خیلی شد که وا نخورده ایم دخترا. پدرم چرا نامدند؟ با فکرم کار داشت. پدر؟ شما اینجا بودید؟ دیپلمم رو گرفتم. خوب. بیا آشخانه. گرسنه ماندم. شما گرسنه نموندید؟ دخترم خوراکی دوست داشته را تیار کردم. شما هم بیایید. من همان روزنامه را. زود بیایید. بیایید. چه شد؟ روبرو شدن من رو هیچ باوریت نمیاد ها؟ لبای خب مایلش از هر قدمش با خبر می ایستیم. خیر. حیات پر از عجایبات است دخترم. عجایبات. امروز برای تو از همان روز هاست. درسترش برای هر دویمان. لیکن برای صحبت کردن حالا وقتمان هست. تو کم استراحت کن. یکی از رفیقا در نزد در می ایستد. چیزی که خواستی بپرس. شرم کن. دیروز جمعه بخشی دیر کردم. هیچ گپ نی اپا جان. شینید. بخیر است؟ من هم از تو خواهشی دارم. مسئله براق؟ آها. خوب کرده است. بی خواطر. جستجو دارم. یک کار کرده میابم. تشکر. باوریم نمی آید. شاید حادثه رخ داده باشد. زنک، عصبم را ویران نکن. گپ زن، چی میدانی؟ چرا در جای کار نیستید؟ برای احتساباتیم. شعبه کمک به جای مخصوص میکوشد. در آنجا از نو سازی میکنیم. پس امروز شعبتون همین جاست. ای خدا ای خدا. ای زنک، مگر مسخره میکنی؟ چرا جنجال میکنی؟ من چی گفتم آخر؟ کودکان چی کار میکنن؟ یگید کجا شد؟ او هم باید میآمد. یکم چیز میخواهید؟ اشتیان نیست که راست. اگر باشد یک چای می نوشم. شما
نه چپ نگرد، راست رو. امروز شب نمیروم. بخیر است؟ بخیر. یگان چیز هم نپرس. راست رو. الو؟ الو؟ سرکمیسر. کی؟ الو؟ رفیق سرکمیسر، من حلیمه. آواز نمیآید، کمی بلندتر گپ زنید. سرکمیسر، این منم، حلیمه. حلیمه؟ الو حلیمه؟ الو حلیمه؟ الو؟ با سردار این خوش نمی آید. کی بوده است؟ عجایب، به فکرم حلیمه بود. دوستم، ساسانهای سفید در جای بیاب می رویند و در هر گل خودروی غرور است. شوخی مکن دوستم. دوستم، دختر شرم می کند. نمی تواند اظهار محبت را کند. البته که عرض کرده نمی تواند. خب شو، عاقبتش خوب نمی شود. شو جنجال مکن. اگر باری دیگر با من مخفیانه پلیس بازی کنی، نه تنها تلفنت رو میشکنم. مرا فهمیدی؟ هر دو یک جای پلیس بازی میکنیم. وقتش که آمد، لیکن با قاعده های من، نه با قاعده های تو. فکر میکنم تو این کارها رو بهتر میدانی. مطمئنی؟ آواز پس می آمد، لیکن سردارم رقم؟ مخفی بود. سردار، از مقامات باید اجازت گیریم رقم های با تلفن یگیت آمده را تفتیش کنیم، موافق آن عملیات بذاریم. تمام، کارهای لازمه را انجام ده. من خبری تو را انتظار می شوم. اطاعت رفیق سردار. ای خدا جان، امروز اینقدر گرسنه نموندید. جانم شد جانم. مادرتون آید و قدر میخواستگیتون شیر منوشید. حاضر خاموش استید. بچه کویم بس خاموش. خوش آمده. تمام شد؟ بله رئیس، تمام شد. رئیس، یک کاری خواسته کردم. تنها با این کلید مخصوص گشوده میگردم. بار همینجا گذاشته می شود. بله رئیس. ماده های نشعه آور را جدی میکابند. این را زود مییابند. سگها در 2 دقیقه بویش را میفهمند. نه رئیس، تدبیر سگها را نیز کردم. درونش رو با مایه ماده مخصوص میشویم که سگها بو گرفتن نمیتوانند. برای کارمندان ضد نشعه باشد، بار را در درهای ماشین نو میگذاریم. تنها با این کلید گشوده میشود. آن وقت شکستنشان امر محال است. خوب، وگرنه حقیقت همین.
آماده باش. بله سردار. نشانه معلوم. داخل بینا. امنیتی اطراف تامین شده است. دیگه اطاعت سردارم. بچه ها در آمدیم. بچه ها می درایم. پلیس! دستاتان را بردارید. دست پشتی سر و همان خیلی ایستید. بچه ها درون را بینید. همه جا را بینید. در 5 ثانیه جای حلیمه را با من میگویی. کمیسر حلیمه کیست؟ 5 من تنها اوستایم. 4 کمیسر با خدا که من تنها اوستایم. 3 2 با خدا کمیسر نمیدونم چی میگویی. زنی 27 ساله را میکابیم. ولو بلو که نمیدونم. 1 نمیدونم. 0 نمیداند. اطراف را خوب نظر کردید؟ بله رفیق سردار. تنها یک چند آهنپاره ماشین است. بغیر از این آدم کسی دیگر نیست. شاید مسئولان تکنیکی در نشانه خطا کرده باشند. گوش میکنم. نیست میگویی؟ جدی؟ خب میرویم. میرویم بچه ها. سردار این آدم رو بریم؟ نه، لیکن ناعیان زیر نظارت بگیرید. فهمیدم رفیق سردار. ها، در درون یگان تلفن نیفتید؟ نه رفیق سردار، یگان چیز دیگر نیفتید. از مرکز تلکام عرق نمایید که در بنا تلفن هست و یا نه. دوباره کافت و کاف کنید. فهمیدید؟ فهمیدم رفیق سردار. بیارویم بچه ها. خانم ها این زنک کودک دارد. یگید هم کودک دارد. باز مادرش بیستری. برای کمک باید رویم. شب شده ایستاده است. من هم راحتم. تو استراحت کن. امروز کارت را چی کردی؟ اجازت گرفتم. اول به خانه می روم. از اونجا به نزدتان می آیم. اپا من هم می روم. لازم نه دخترم. تو در دکانت ایست. ممکن لازم شوم. به این هم بعد 1-2 ساعت دکان رو می بندم. بربختر می بندم. نباشد زودتر باش. شد اپا. رفتیم. بیایید. سنبول کجا شد؟ کسی آمد من بینم. اوی دخترم اینها مثل گرگ گرسنه. شیر مادر هم نیست. دیگر چیز میخورده باشن. انشالله خونه را پر. با بیمارخانه بریم چی؟ خاموشی است از دهانت شمال برد. انشالله حاجت نمیشود. خدایا. از هوش میروم. جانک هایم اینها نمیخورند. چی کنیم؟ اپا کمی جون بونیم چی؟ نه فایده نمی کند. از اپای حلیمه خبری نیست؟ آهسته. من خاله خدیجه را می بینم. حلیمه یک فرشته است. هم کار هم کودک ها هم نگاه و بینی مادر. بس کن جونک. به خدا دلم می سوزد. آرام شو رحم. خدای به حرمت این طفلکان حلیمه را به ما رسان.
آیت الکرسی میخونه، از سختی دل خونه. خدایا از همه بدبختی ها نگاه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه مامک بخیر است؟ و علیکم السلام. سلام علیک. با کجا مامک؟ گرسنه ماندم. خب بیاد اینجا دونر میخوریم مامک. نه یا چارتوته میخورم یا بربری. چیست آنها امکی؟ امکی نه امک. چند مراتی بگویم؟ شد آرام باشد امک جان. گفته هایتان چیست؟ تو چه خیلی جوانی ها؟ چند مراتی بگویم؟ نه این خیلی باشد کلچکم. تیستر باشد که بگر نمیسوزد. چی؟ میسوزد. میسوزد؟ ها رفتیم. سردار یگید سوختار خاموش کن اگه زود باش. ریش ندارم که با گپم گوش کنی. کل چقدر ها سوختم. شد جانکم بس گریه نکن جانکم، من میبینم. بس کن جانکم، گریه نکن. کیروز دکان. چی دکان؟ شکر که بر وقت آمده، وگرنه همه دکان می سوخت. خدا نگاه داشت. شکر خداوندی بزرگ. خب در تنور چیزی نبوده است؟ تنها خوب ترک تازه کردن در کار. بویش باشد بعد 2-3 روز می رود. انشالله صدقه دادهیم. بله. این دویم بار. چی؟ به حرمت روی مندرسم همت میکنم ولی نمیدونم. ببینید مبلغش بازگشت کو. مگر جبران پولی اکای مندرس را ندزدیده بودند؟ بله، دوست کسی بود که مبلغ رو با نوشتجات من به جز مال شهید همه چیز رو میدوزم پیشی در گذاشت. مگر به تو خبر نداده بودم؟ نه. بعد مبلغ را آوردن دزد را دیده توانستید؟ نه. امروز روزی عمل بوده است. عجب با رفیقا برای تو آمده باشن ها؟ طالع نداری. جانی پولیس ها هم درد میکرده باشد ها؟ چرا این جایت باید در حبس خانه باشد؟ باید 6 سال دیگر در درون میبودم، لیکن در نقد ساختن موفق شدم و با آزادی برآمدم. از من چی میخواهید؟ طفلکی دارم، باید آن رو نگاه کنم و مادری هم دارم. مادر؟ درست مادر. مادری که تو را با محبت کلان کرد. و شنیدم شوهرت را زندانی کردی. جای حیرت آور هم نیست. اگر انسان خواهد از همه چیز با خبر می شود. شوهرت را هم بچه ها را هم دوست نمی داری به فکرم. پدر، هرچی که میخواهید بگویید، فقط مردانه وار گپ زنید. از جانب تو معلومات میخوام دسترس کنم. معلومات؟ بله. من یک پلیس عادی هستم. خیلی خوب، کسی به تو اهمیت نمیدید. واسه این زنی زیبا هستی، باز چی میخواهی؟ باید چیکار کنم؟ به نزدیکی هروئین بار میکنم. تنها میخوام دانم که از این کار کارمندان امنیت با خبر، یعنی همش همین. تنها 3 کلمه دانستن میخواهم. با نمک 18 مورفیوس. یعنی میخواهی در فروختن زهر به شما کمک کنم؟ بله. بله، اگر دوست داشته هایت را در امان دیدن خواهی، همشان را، کودکت را، مادرت را
و حتی سرکمیسری جوان را نام چی بود؟ یکی بود چی؟ شما به ناموس. درباره تو همه چیز را میدانم و باور کن در وقتی زندان بودنم برای انتقام گرفتنم نقشه ها را کشیدم، لیکن شفقتی پدری و خواستم به تو امتیاز دهم. این شب خوب فکر کن. دخترم تو خانه‌تون رو تمامی روز اینجا بودی، مانده شدی. لیکن حالا اپای حلیمه ناومده است. انشاءالله با اذن خدا میرویم. رانو تو هم رو. مایلا شپر، یگان چیز شد حتما زنگ زنید. اگر به بیمارخانه رفتنی شدید دکترهای شناس دارم. مایلش جانکم، اینها از حد زیاد گرسنه ماندن، به خوردن سر کردن. به شما شبی خوش. شبی خوش. بادبان ها گذاشته می شود، بادبان ها آمادند، از کوه ها می گذرند، همه را عبور می کنند. به پیش حالا هم بازی می کنی، در سین و سالی که هستی، که فاتح استانبول را فتح کرده. زیباک من، بیا با این هم یک کلای دیگر خواهم. خوابشان برد. خوب کردن. الله تو به مثل داروی خوب. هنرپا بیایید امشب اینجا بمونیم. تمام. نجیب کودکان و دختری تو را نگاه میکنن. خیر اپا، من هم میروم. تلفنم گشاده است. هر وقتی خواستید به من زنگ زنید. مایلش. شبتان خوش. Burak, Bamante, Burak. Sarti azoni من است.
الو رفیق سرکمیسر. الو حلیمه؟ بله منم. در کجایی؟ الو رفیق سرکمیسر، امروز در نزد بینای آمده اتون تلفن بسیم. این چخیل تلفن بسیم؟ نفهمیدم. الو حلیمه. فکر کردی؟ خوش حلیمه، با چه قرار آمدی؟ این خبر خوب. معلومه شد که همراه کار میکنیم. مانده شده، احتیاج خواب داری. لیکن پیش از خواب از یاد رسد میکنم که 3 کلمه گانمر 18 مورفئوس. فهمیدی؟ ذوالفقار چی شد دیگه؟ سردار، در کجا بودن حلیمه را میدانم. من میدانم که پروکورور سوها برای دوباره کافت و کاف کردن اجازه نمیدهد. یک جان نیست سردار. تلفن بسیم استفاده برده است. احتمال است که سبب نیافتنمان همین است. بعضی تلفن ها را تا مسافه 100 متر استفاده برده می شود. ما با دیگر بنا در آمدیم. سردار، مسئله حیات و ممات است. جناب سوها از زنگ زدن درش در این ساعت خوشش نمی آید. ساعت چند؟ قریب 5. تو دست را آماده کن، وقت نرود، دیگر حق نداریم. بله سردار. هوشیار باشید. با مشکلی اجازه گرفتم. کلاً باوری داری که این همان بنا است. بله سردار. رفتیم بچه با. در آمدیم. خالی کسی نیست. کسی نیست. کسی نیست؟ نیست سردار. تنها یک تلفن بسیمی شکسته یافتیم. دیگر هیچ. بیاناموسان جایی باز کرده. ذوالفقاری تو کجاست؟ استراحت دارد سردار.
بانو سرکمیسر حلیمه در حقیقت بیمارخانه رفتن نمیخواهی؟ بله سردار با نمک 18 مورفوس؟ همین طور خوب بیا تو را تا به خانه برم. رفیق سردار خاموش فرمان را گوش کن. پدرت اومد؟ بله مادر اومد لیکن باز رفت. حلیمه لبای مادر پدرت اومد؟ ای مسلمان چی فکر داری؟ مرا میگوید؟ ها باز کی؟ یک چیز را میکابم. چگونه یافتنش را فکر میکنم. ها برادر بعضی چیزها تو مرا گوش کن. گوشم به شما. نگاه کنی خوب است. بخیر بعضی چیزها در پیش نظرت است اما دیده نمیتوانی. اولو جمعی ارزلومی را بدونی؟ اما میدانم. ها میگویند که در این مسجد 40 روز نماز بامداد رو به قضا گذاری حضرت خضر علیه السلام رو میبینی. جوان نیتی دیدن کرد 40 روز نماز بامداد انتظار شد اما حضرت خضر رو ندید. گفت خضر کنی سوی خبخانه رفت و مثل همینجا چای خواست. مرد روبرو نشسته است او را دیده خواطر شد. گفت چی شد؟ چرا سکوت کرده ای؟ او حال را عرض کرد. مرد روبرویش چای می نوشید. مرد گفت خضر علیه السلام قدای چای را آن همین خیل می کند چای نمی ریزد. بعد آن آدم خسته می رود. جوان می بیند که چای اون آدم نریخته است. پس خضر همون کس بوده است. فهمیدی؟ نفهمیدید. خضر روید میخواستگیتان رو فکر کنید. دو خضر روید. اما خوبش میراندید. روید 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 من کار دارم. روید روید. ها سردار چای امکی نعیم هم نریخت. راگرد کار دارم. لبیرنا چی گفتی؟ خب در دکان کیروزو میخوریم. سردار من پدری حلیمه را یافتم. سنجر گفتنی شخص بعد از رهایی تماما دیگر شده است. پیش از زندان شدنش هروئین کشی عادی بود. حالا باشد شخصی خیلی مهم. در خود رقیب ها را میبیند از قبیل کال سری بر اینها. لیکن این شخص کال نیست. سردار لقب همین شخص ای بلا با پسش پدری حلیمه سنجر احتمال باری وزنی دارد و فکر من طبق گفته های حلیمه معنای با نمک 18 مرفوس را یافتیم.
شما زن و شوهر یک دست شدید. چی بوده است؟ جایی که مالهایشان را قبلا پنهان میکردم. از جناب سوها اجازت هم گرفتید. پدر روز که باشد البته کار آسان. رکن. من هم میروم. هجده رقمی انبار. پس مفاوض چیست؟ نام کشتی که بار کشانده می شود. لیکن این نه آنقدر مهم است. بار همینجاست. خوب سرکردیم. باید اینجا نمی آمدی؟ البته به همه این باورم نمی آمد. از جاتون نجنبید. دخترم دستتون رو بردارید پدر. پلیس دستان پشت سر نجنبید کس بزانو کسر کسر بزانو کسر بیناموس رقیبش را دستگیر کنند. مرا استفاده برد. همش حلقه دام بود. راه کرد. گیر جانکم تشکر به تو. تو هم گیر. من هم تو گیرم. خوش آمدید. تشکر ما. مرحمت گیرید. رحمت. پلیسکه من هم تو گیرم. رحمت. البته گیر جانکم. رحمت. فقط نبض بازی کنید. البته به شرطی که تپانچه بازیچه‌ات را دهی. من هم توپ گرفته میتوانم؟ کودکیم را خوب اثر نگذراندم پلیسکه. انا برای همین خدا یارتان. لبای ممدو یگید در کجا بودن براق تو را یافتم؟ ندید. لازم نیست ممدو جان، لازم نیست. چرا؟ لازم نیست. حامیان فیلم در استودیوی مرکزی پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولت عبیدالله، غیور اشور. کارگردان آواز و تنظیمگر ظاهری حسن، امیدجان علیه. ترجمان علی اکبر قربان. محرر غیور اشور.
پرودیوسر کامل جان سفرов. با نقش‌ها آواز دادن فیروز عمر، آرتیق قادر، ملاحت عبدالله، محمدی مرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، مستوره آرتیق، موجوده رجب، کامل جان سفرов، مولانا بانو، شیراز، سلطان مراد بابا مراد، دلربا پلایeva، محمد جان شاهی، فرخ عبدالرحمن، احسان کمال، سید اکبر جلالov، قربان علیев، فردوس حسنov، شهرت رحمت الله، علی شیر آدینایف، نسای محمد جان، مهرانگیز و فرقان.